باید اینو فهمید که افعال معصوم نه مبالغه آمیزه، نه مثلا حالت دیپلماتیک داره. میدونی چی میگم؟ این همون کاره. اگه ما یک سری رفتارهای معصوم رو مبالغه آمیز میبینیم، مشکل هم ماست. میدونی چی میگم؟ مشکل هم ماست. مثلا میگن پیامبر 4 دست و پا میشد، بچه‌ها رو میذاشت رو دوشش، مرکبشون میشد. یه خورده مبالغه آمیز نیست برامون؟ ما آنورمالیم. اون رفتار کاملا درسته. میگن بچهای کوچیک مدینه وقتی پیامبر از سفری برمیگشت، همه وای میسن سر پشت بوما به ثنیات الوداع نگاه میکردن. ثنیات الوداع یه منطقه بود در مدینه، کوهی بود. ثنیه یعنی دومین بار، ودا هم یعنی خدافظی دومیه. یه بار تو شهر خدافظی میکردن ملت، این کاروانایی که میرفتن. یه بارم کجا؟ سر اون کوه دوباره دیده میشن، از دور یه دستی تکون میدادن، اینا خانواده‌اش میومدن وای میسادن. موقع برگشتن از همونجا سرازیر میشدن. اون موقع که پیامبر وقتی وارد مدینه شد چی گفتن؟ گفتن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. گفتن بدر ماه کامل از ثنیات الوداع بر ما طلوع کرد. بچه‌ها وای میسادن تا از ثنیات الوداع وقتی پیامبر رو میدیدن میدویدن سمتش. کی میرسه؟ نگهبانی میدادن. گفتن که شما رفیقمون اومد. پیغمبر رفیقمه. همه بچهای مدینه اینجوری گفتن، بچه کوچیک. یکی تو این دستش میگرفت، یکی تو این دستش میگرفت. نه امام حسن امام حسینو، نه همه بچه‌ها رو. یکی میذاشت رو دوشش. بعد موهای پیامبر بلند بود دیگه، 2 دسته میکرد، یک دسته میداد به این دستش، یک دسته میداد به این دستش، میگفت اینم زبانم لا علما چون پیامبر، اینم مرکبت هم دیگه، اینم بگیریم. بعد براش صدا شتر هم در می آورد. همینطور که میرفت، چون پیامبر فعل لغو ازش سر نمیزنه، همینطور صدا شتر که در می آورد عبارت العف رو تکرار میکرد، یعنی همونجا داشت ذکر میگفت خدا. ما بر بچه خودمون همچین کاری نمیکنیم. ما آنورمالیم. این کار درسته، مبالغه آمیز نیست. یکی از افعالی که پیامبر سر زده، بوسیدن دست چی بوده؟ کارگر بوده. این خیلی معنی داره.